پادشاها جرم ما را درگذار، ما گنهکاریم و تو آمرزگار. آمرزگار یعنی بخشنده. تو نکوکاری و ما بد کرده ایم، جرم به پایان و به حد کرده ایم. سالها در فسق و عصیان گشته ایم، آخر از کرده پشیمان گشته ایم. روز و شب اندر معاصی بوده ایم، معاصی یعنی عصیان و گناه. روز و شب اندر معاصی بوده ایم، غافل از یؤخذ نواسی بوده ایم. یؤخذ نواسی یعنی در روز قیامت فرمان میشه که فیؤخذ بالنواسی والاقدام، یعنی کافرها را، مجرمها را، گناهکارا را از پیشانیاشون و از قدمهاشون کشیده کشیده دوزخ برده میپرتویند. دائما در بند عصیان بوده ایم، هم قرین نفس و شیطان بوده ایم. به گناه نگذشته بر ما ساعت، با حضور دل نکرده طاعت. بر در آمد بنده ای بگریخته، یعنی بر در الله. بر در آمد بنده ای بگریخته، آبروی خود ز عصیان ریخته. مغفرت داریم امید از لطف تو، زان که خود فرموده ای لا تقنطوا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم. یعنی الله میگه بگو ای بندگان من، همون بندگانی که عمرتانه، وقتتانه، حیاتتانه، زندگیتانه در راه خطا و عصیان و گناه صرف کردین، از رحمت الله ناامید نشوین. به شک و شبهه در حقیقت الله همه ای گناه های بنده ها را میگذره. به شک و شبهه الله غفور و رحیم است، به بندگانش بخشنده و مهربان است. بحر الطاف تو به پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود. نفس شیطان زد کریم راه من، نفس شیطان زد کریم راه من. رحمتت باشد شفاعت خواه من. چشم دارم که از گناه پاکم کنی، پیش از آن که اندر لحد خاکم کنی. اندر آن دم کز بدن جانم بری، از جهان با نور ایمانم بری.